سلام علیکم، به اولین ویدیو یوتیوب ما خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد 11 تکنیک طلایی قاب بندی صحبت کنیم که بعد از این 11 تکنیک امیدوارم بهترین قاب بندی رو داشته باشید. اولین و معروف ترین تکنیکی که توی قاب بندی وجود داره قانون 1/3 که همینطور که میبینید تصویر رو به 3 قسمت مساوی چه از لحاظ عمودی و چه از لحاظ افقی تقسیم میکنه. اصطلاحاً به این خطوط میگن خطوط طلایی و به نقاط تقاطعشون میگن نقاط طلایی که تجربه نشون داده بیشتر افراد حواسشون به این 4 نقطه است. پس ما سوژه اصلیمون رو عموماً تو این 4 نقطه قرار میدیم. در مواقعی که ما کلا یک سوژه داریم و میخوایم وسط قرارش بدیم، مثل مواقع آموزشی که باید حواس مخاطب کامل به اون فرد باشه، وسط قرار میدیم و خط بالایی رو روی چشم ها قرار میدیم. همین گونه بالا و پایین تصویر خودش درست میشه. تکنیک بعدی تکنیک منحنی اس که توی این تکنیک حالا یا میشه یک درخت یا میشه یه آدم یا میشه یک رودخونه یا جاده‌ای به شکل قوسی اس قرار بده که در این تکنیک مخاطب حس آرامش و حرکت بهش دست میده. تکنیک بعدی تکنیک نسبت طلاییه که همینطور که میبینید یک خط مارپیچ مانندی برای این تکنیک در نظر گرفته شده. معمولی ترین نقطه تصویر رو در ابتدای این خط قرار میدیم و مخاطب با حسی که نگاه میکنه به انتهای این خط میرسه. پس سوژه اصلیمون رو باید انتهای این خط قرار بدیم. تکنیک بعدی تکنیک موربه. ما در این تکنیک نه خطوط عمودی داریم نه خطوط افقی، بلکه این خطوط مورب هستن. عموما این خطوط حرف تی رو تشکیل میدن، حالا با زاویه‌های مختلف. خط اولی که موربه، چشم آدم بیشتر به اون قسمت نگاه میکنه و سپس ذهن آدم به سمت خطی که باهاش قائم شده میره. تکنیک بعدی تکنیک تقارنی. تو این تکنیک باید تمام سمت راست یا چپ یا بالا و پایین در یک خط وسط تصویر متقارن باشه. آقای وس اندرسون، کارگردان مطرح سینما، از این تکنیک تو اکثر فیلماش به صورت کاملا ماهرانه استفاده میکنه. تو این تکنیک باید به بک‌گراند کاملا دقت کنید. تکنیک بعدی بافت‌های هدایتگر یا خطوط هدایتگر هم بهش میگن. تو این تکنیک ما چند تا خطوط داریم که به یک نقطه هدف همشون جمع میشن که ذهن مخاطب رو به اون قسمت جمع میکنه. این تکنیک برای بیشتر روایت داستان‌ها استفاده میشه که مخاطب باید حواسش به سوژه ولی در همون گونه اطراف رو درک کنه. تکنیک بعدی تکنیک فضای خالی یا فضای منفی. توی جاهایی که یک فضای کاملا ساده یک دست یا پترنی شکل وجود داره که عموما برای بک‌گراند یا بالا یا پایین یا چپ یا راست استفاده میشه و مرکز تصویر رو سوژه تشکیل میده. برای مثال دیوار آجری یا آسمون صاف یک سری فضاهای خالی یا فضای منفی شناخته میشه. تکنیک بعدی تکنیک تعادل. تکنیک تعادل ما باید سمت راست و چپ رو تعادلش رو بینش برقرار کنیم. اگه یک سمت سنگین تره باید با جاگذاری یک وسیله ای به تعادلش برسونیم. برای مثال لوگوی اپل رو نگاه کنید. یک سمت سیب گاز زده‌ایه ولی برگ بالای سیب به سمت گاز زدگی رفته. این باعث میشه که سمت سبکتر با سمت سنگینتر تعادل ایجاد بشه. برای مثال اگه سمت راست ما یه سوژه داریم، در سمت چپ یک گلدون یا یک کامپیوتر قرار میدیم. تکنیک بعدی عمق میدانه. خیلی‌ها این رو با عمق میدان نمیشناسنش و بهش اصطلاحاً میگن پورتره. تصاویر پورتره اگه دقت کنید پس زمینه کاملا تاره و سوژه کاملا شفاف که باعث میشه سوژه از بک‌گراند کنده بشه. اسم دیگه‌اش عمق میدانه و توی فیلم برداری ما بهش میگیم عمق میدان و در عکاسی بهش میگیم پورتره. تکنیک بعدی تکنیک قاب در قابه. توی تکنیک قاب در قاب در اصل ما یک کادر درون کادر تصویر برداریمون ایجاد میکنیم. برای مثال نشون دادن سوژه از درون یک پنجره یا نشون دادن هواپیما در بالای ساختمان. تکنیک بعدی یعنی تکنیک آخر و 11م مهمترین نکته این کلیپ، اهمیت سوژه اصلی در قاب. در اصل این تکنیک نیست، نکته کل این کلیپ بود. منظور از این کلیپ این بودش که ما به سوژه درون قابمون اهمیت بدیم و نسبت به بقیه چیزها ارزشش رو بیشتر کنیم. امیدوارم این کلیپ به دردتون خورده باشه و بعد از این فیلم بتونید به خوبی عکاسی و فیلم برداری بکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله این پایین هم فعال کنید. هر وقت ویدیو جدید میذارم خود یوتیوب بهتون خبر بده. اگه سوالی یا نظری داشتین این پایین برای من حتما کامنت کنید، من بهتون جواب میدم. منتظر حمایتاتون هستم. خدا نگهدار.